حج یکی از فرزان اسلام. اسلام تو کا 5 فرض الله سبحانه و تعالی قرار داده. چه عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه روایت فرمانی که بنی الاسلام علی 5 شهادت الله اله الا الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا. فرایض اسلام 5: اول کلمه توحید، دوم نماز، سومی زکات، چهارمی روزه رمضان، پنجمی حج بیت الله. هر کسی که توانایی به حج بیت الله هستیم آی سرات واجب و لازمه که باید به حجا برم و توانایی همچنین کرایی به حج روگ آیگا و همچنین خرج خزینه برای وقتی خانواده ببید تا این مدتی که برای حج و خوشا برای مردمانی که الله سبحانه و تعالی آیا حج روگ نصیب فرماینی و حج روان و یک پریزه وقتی هستین سرا و پریزه وقتی گا ادای کنند و انجام میده و او دا هنچوک من عرض کو ثوابهای معنوی و مادی هر دو حاصل کنند. ثوابهای معنوی ایشین که او دا وقتی که رو خصوصا در میدان عرفات آی گناه ها عفو درگذر کنند مانند کسی که نوکی چه ماتا متولد بیتا هنچو گناه پاک صاحب کنند. پس خوشا برای مردمانی که مشرف به حج بن حج بیت الله روان و او داوتی عبادت انجام دهند و عفو درگذر الله سبحانه و تعالی قرار گیرند. ما و امیدوارم که الله سبحانه و تعالی همه ما را شما را پیسر چه میرگا الله سبحانه و تعالی ما را شما را حج روگا نصیب بفرمایید و این فریضه مهم اسلامیه انجام بده.